انقلاب فرانسه جریانی بود که کشور فرانسه را از سال 1789 میلادی تا سال 1799 میلادی با اتفاقات تکان دهنده‌ای روبرو کرد. سال 1789 میلادی شروع این جریان بود و همین دلیل است که آن را با انقلاب سال 1789 میلادی میشناسند. نمیتوان فقط از یک دلیل واحد به عنوان زمینه اصلی این انقلاب نام برد. در واقع عوامل مختلفی در طی سالها دست به دست هم دادند تا این تغییر بزرگ در فرانسه به وجود آورند. نظام فئودالی، سوء مدیریت مالی و بسیاری از عوامل دیگر باعث شده بود مردم برای انقلاب پیش رو آمادگی بیشتری داشته باشند. انقلاب فرانسه اعتراضی به قدرت مطلق پادشاه و امتیازات اشرافزادگان بود و بر برابری و آزادی تاکید داشت. این انقلاب در نهایت با خشونت و قتل عام و بعد از آن با جنگ‌های ناپلئونی و روی کار آمدن دوباره سلطنت همراه شد. عوامل مؤثر در وقوع انقلاب فرانسه: تاریخ‌دانها در مورد دلایل اقتصادی و سیاسی مؤثر در وقوع انقلاب فرانسه با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما در مجموع میتوان گفت که عوامل زیر در این موضوع نقش تاثیرگذاری بسیاری داشتند. کشور بعد از جنگ‌های قرن 18 میلادی و بدهی‌های فوق‌العاده سنگین ناشی از آن شرایط وخیمی پیدا کرده بود. سوء مدیریت نظامی پادشاه شرایط را نیز بدتر کرده بود. بنابر سیستم مالیاتی جدید اشرافزادگان مجبور به پرداخت مالیات می‌شدند. آنها این موضوع را نپذیرفتند و از آن جایی که روحانیون نیز قبلا احتیاجی به پرداخت مالیات نداشتند، هر گونه تلاش برای پیدا کردن راه حل برای این موضوع به در بسته می‌خورد. موضوع بعدی اعتراض عموم مردم هست. کشور فرانسه به سه طبقه اشرافزادگان، روحانیون و عموم مردم تقسیم میشد. با اینکه گروه سوم جمعیت بیشتری را به خود اختصاص میداد، دو گروه اول نسبت به آنها برتری داشتند. این نابرابری به ایجاد اختلاف منجر شد و گروه سوم مجموعه ملیگرایی را تشکیل دادند. بعد از اعلان این خبر در برخی از گروه اول و دوم نیز تعلق خود را به طبقهشان کنار گذاشتند و به گروه انقلابی جدید پیوستند. نمایندگان منتخب در مجمع ملی با یکدیگر عهد بستند تا زمان ایجاد اصلاحات در قانون اصلا جدا نشوند. حمله به زندان باستی: از کمتر شدن قدرت پادشاه خوشحال بودند، اما اگرچه مردم پاریس شایعات مرتبط با کودتای احتمالی نظامی آنها را به وحشت میانداخت، شایعات دیگری همچون نقشه اشرافزادگان برای ایجاد قحطی یا تهدید لویی 16 و حمله به مجمع ملی خشم مردم را روز به روز بیشتر میکرد. در نهایت گروهی از انقلابیون حمله کردند. آنها باستی با یکدیگر متحد شدند و به قلعه میخواستند از تجهیزات و مهمات آنجا برای مقاصدشان استفاده میکنند. بسیاری از مردم این اقدام را شروعی برای انقلاب فرانسه میدانند. افراطگرایی انقلاب فرانسه: مجمع قانونگذاری تازه تأسیس در سال 1792 میلادی به اتریش و پروس اعلان جنگ کرد. آنها اعتقاد داشتند که پناهندگان فرانسوی در این کشورها در حال جمع‌آوری گروهی ضد انقلابی بودند. همچنین آنها امید داشتند تا با این کار بتوانند آرمان‌های انقلاب خود را از طریق جنگ و سراسر اروپا منتقل کنند. در همین حال گروهی از شورشیان در مرزهای داخلی فرانسه و به رهبری حزب افراطی ژاکوبن‌ها به محل اقامت پادشاه حمله و او را در سال 1792 میلادی دستگیر کردند. شورشیان صدها نفر از کسانی که به ضد انقلابی بودند متهم شده بودند قتل عام کردند. مجمع قانونگذاری در این دوره با کنوانسیون ملی فرانسه جایگزین شد که فروپاشی سلطنت و برقراری انقلاب فرانسه را وعده داده بود. در نهایت لویی 16 را به خاطر خیانت به کشور و جنایاتش در سال 1793 میلادی به مرگ با گیوتین محکوم کردند. همسر او یعنی مارو آنتوماند نیز 9 ماه بعد به سرنوشت او دچار شد. عصر وحشت: بعد از اعدام پادشاه، جنگ با قدرت‌های اروپایی مختلف از جمله اسپانیا، هلند و بریتانیا و به وجود آمدن چند دستگی در کنوانسیون ملی باعث شد تا انقلاب فرانسه به خشونت‌آمیزترین مرحله خود وارد شود. ژاکوبن‌ها کنترل کنوانسیون ملی را از جمهوری‌خواهان میانه‌رو یعنی ژیروندن‌ها گرفتند. آنها اقدامات افراطی متعددی از جمله ایجاد تقویمی جدید و تلاش برای ریشه‌کن کردن مسیحیت را به نام خود ثبت کردند.
آنها دوره 10 ماهی به نام عصر وحشت را در کشور به وجود آوردند. در طی این دوران هر فردی را که مشکوک به دشمنی با انقلاب میشد با گیوتین اعدام میکردند. بیش از 17,000 نفر در دادگاه محاکمه و اعدام شدند. تعداد نامشخصی در زندانها جان باختند یا بدون محاکمه در دادگاه حکمشان اجرا شد. بیشتر این مرگ‌ها به دستور روبسپیر انجام میشد. با اعدام روبسپیر در سال 1794 میلادی دوران وحشت تمام و دوره ترمیدور شروع شد. در واقع دوره ترمیدور به زیاده روی‌های دوران وحشت از دل اعتراض مردم فرانسه برآمده بود. تأثیر انقلاب فرانسه بر کشورهای دیگر. ناپلئون بعد از به قدرت رسیدن به مردم آزادی سیاسی نداد، اما بسیاری از تغییرات مثبت دیگری که انقلاب به همراه داشت را به همان شکل حفظ کرد. برای مثال تمام مردم است. در واقع میتوان گفت تا انقلاب فرانسه را از جمله حوادث